Hello, everybody. It's Sunday. We are still hanging in there making the YouTube videos, and today we were thinking of uh, making some videos about our respiratory system since we are having a very serious issue, epidemic, coronavirus or COVID-19, or even a new form of this virus, which is called SARS-CoV-2. سلام. امروز میخوایم راجع به سیستم تنفسیمون یه خورده یاد بگیریم همگی با هم. خود من همینطور برام جالب بود که خودم یاد بگیرم قضیه چیه با سیستم تنفسیمون و این کرونا ویروسی که اومده و حالا فرمای جدید کووید 19 و بعدم جدیدترین ظاهرا در خود چینه که اسمش سارس کرونا 2 هست. اگه یادتون باشه سارس چند سال پیش هم شیوع و اپیدمی پیدا کرد و حالا این کرونا تبدیل به نوع جدید سارس کرونا 2 شده، چون سارس هم یه نوع دیگه از همین ویروس بود. فکر میکنم بهتره که هممون خیلی کلی راجع به اتفاقی که در بدنمون میفته وقتی این ویروس وارد بدنمون میشه بدونیم، چون این یه چیزهایی که بیسیکه، یعنی بدون اصلا چه اتفاقی بر بدن میفته و بهترین راه همین هستش که چون نمیتونیم از ورود ویروس به بدنمون جلوگیری کنیم، واقعا بدونیم که چطوری میتونیم ظرفیت حجم ششهامون رو بالا ببریم. مثلا با تمریناتی که انجام میدیم، من یه چند تا سه تا تمرین کوچولو رو براتون گذاشتم تو اینستاگرام که گفته میشه که اینا بهترین تمرینات برای افزایش حجم ششها، انواع اقسام ورزش‌هایی که برای حجم شش، حتی تمرینات مدیتیشن و تمرکز که باعث میشه که ریتم تنفسمون بهتر بشه و اینا همه کمک میکنه که بدن مقاوم‌تر بشه در مقابل عملکرد این ویروس توی سیستم تنفسی ما. ببین let's take a look here. Here is our nose. This is our respiratory system یا سیستم تنفسی ما. This is our nose and our mouth. این بینی و دهان ماست که هوا، اکسیژن و حالا بقیه مولکول‌ها همینطور ویروس کرونا از این طریق وارد سیستم تنفسی ما میشه. همچنین این اپ 3D هست و شما میتونید قشنگ بچرخونش و ببینید چه اتفاقی داره میفته. از طریق بینی و دهان وارد این لوله‌های تنفسی میشه که از بالا شروع میشه. حالا اسمای زیست‌شناسی مختلف داره، خود من برام جالب بود یاد گرفتم، مثل فرینیکس. بعد از فرینیکس میاد پایین میره میشه، حالا این اسکلتونه میره میشه لارینیکس. از لارینیکس میره توی یه چیزی بهش میگن ترایکیا و بعدم وارد برونکای میشه یا برونچ هامون در حقیقت، و بعد از اونجا وارد دو تا این لوب لانگز یا شش هامون میشه که الان مهمتر از همینه که از بینی دهن وارد میشه، از لای تنفسی میره پایین وارد شش ها میشه. این ویروس دقیقا مثل اکسیژن و سایر مولکول‌هایی که از هوا بدن میشن عمل میکنه، وارد شش هامون میشه و چیزی که باعث میشه در حقیقت همون بیماری پنومنیایی که ما حالا کلمه قرضی از فارسی استفاده میکنیم، اکسیژنی که باید به این شش ها برسه و از اونجا این اکسیژن به قلب میرسه و این سرخکایی که میبینید این اکسیژن همه رو به قلب میرسه. من یه تیکه دیگه از این اپ نشون میدم، یه بخش دیگه از این اپ نشون میدم. متاسفانه این من فکر نمیکنم بتونم، نه من عدم نگاه میکنم اینو جلو نمیاره، ولی اینجوری هستش که وقتی که این اگر دقت بکنی این همون لای تنفسی و این داخل یه شش هست، یکی از همین لوب‌های شش هست چپ و راست. اینها سرخرک‌ها و مورک‌هایی هستن که سرخرک‌ها اکسیژن رو به شش میاره و بعد از اون به قلب میره و مورک‌های آبی رنگی که دی اکسید کربن رو از طریق سیستم تنفسی رو میده به بیرون. اینم این خود جلوتر بیارم. یکی دیگه از راه‌های ورود این ویروس به شش‌های ما هست، در حقیقت همون راه ورود اکسیژن و خروج دی اکسید کربن از بدنمون. این همون دقیقا نشون میده حالا که مثلا آسما داره این چجوری داره عمل میکنه و ولی این همون لوهای تنفسی هست. حالا ما برمیگردیم به خود صفحه اصلی
مشکل اینجا اتفاق میفته که وقتی این ویروس وارد بدن میشه، این سیستم چرخش اومدن اکسیژن و گرفتن دی اکسید کربن و به خاطر دی اکسید کربن یک ماده سمی خطرناک برای بدنه و سلول‌های بدن بعد از بدن از طریق همین مولک‌های آبی رنگ خارج بشه و چیزی که اتفاق میفته که چون قلب در تماس مستقیم با این شوشاست برای اینکه این اکسیژن رو بگیره و در حقیقت پامپ بشه، بتونه پامپ بکنه، این سیستم از کار میفته. به عبارت دیگه اکسیژن به قلب نمیرسه و دی اکسید کربن ها هم از بدن خارج نمیشن، بعدم به سرعت مسموم میشه با دی اکسید کربن و اکسیژن هم چون دیگه به قلب نمیرسه، قلب نمیتونه پامپ کنه، هم ششا از کار میفتن و هم قلب به عبارتی و باعث مرگ میشه، بدن از کار میفته. در همین خیلی مهمه که چون که ما نمیتونیم جلوی ورود ویروس رو بگیریم، غیر ممکنه داره از طریق با هوای تنفسی وارد میشه. الان گفته میشه که حتی ماسک ها هم دیگه تاثیر ندارن. بنابراین بهترین هستش که حجم ششامون رو افزایش بدیم، رفلکس ششامون رو افزایش بدیم و خودمون با ورزش و آب گرم که ویروس رو به طور کل از بین به طور کل تاثیر روی ویروس، این هم از این قشنگ نشون میده که این ببخشید سیاه رکامون هست و سرخ رکامون انواع اقسام وین آرتریز به زبان انگلیسی، چون قرار مثلا ما اینجا انگلیسی هم بگیم اون آبیه ها در حقیقت آرتریز هستن سیاه رکامون و قرمز ها سرخ رکام وین هستن و این هم تمام اتفاقی هست که از طریق جایی هستی که این ویروس وارد میشه، میره پایین، تجمع پیدا میکنه در این ششها و عملکرد ششها رو که در تماس مستقیم با عملکرد قلبه از کار میندازه. چند تا من گفتم تو اینستاگرام چند تا نرمش گذاشتم که اگه این نرمش رو انجام بدیم حجم و در حقیقت عملکرد حجم ششها رو افزایش میدیم و عملکرد ششها رو بدنش قلب رو بهینه سازیش رو افزایش میدیم. حتما اگر اطرافون دکتری پزشک یا دکتری داروسازی میشین باشون در تماس باشین، جدیدترین اخبار رو ازشون بگیریم این قلب هست که بهترین راه‌ها چی هستش. ولی میگم من خودم دارم سعی میکنم بخونم ببینم بهترین راه برای اینکه خودمون سیستم تنفسی رو تقویت بکنیم چیه، چون ویروس نمیتونه کار بکنه، خودکار شکلش رو عوض میکنه و جهش پیدا میکنه، به شکل‌های دیگه در میاد. بهترین راهی که خودمون بدنمون رو تقویت بکنیم که همین ورزش کردن، آب گرم خوردن که ویروس رو تا حدودی از بین ببره، در آفتاب وایسادن، چون آفتاب بدن رو انرژی آفتاب خودکار بدن رو گرم میکنه، انرژی ها و اشعه هایی که تو آفتاب وارد بدن میشن و بدن رو گرم میکنن. خیلی مهمه، ورزش ها خیلی مهمه. ویتامین دی و سی خیلی مهمه که خورده بشه، برای سیستم ایمنی بدن ظاهرا خوبه و خیلی چیزایی که خودتون بیشتر از من یاد گرفتیم و شنیدید. بیام همه یه چیزهای اساسی و بیسیک و پایه راجع به بدن رو یاد بگیریم، چون واقعیت اینه که اگر ندونیم انسان‌های هوشمندی نیستیم که داریم با بدنی زندگی میکنیم که هر روز باهاش از خواب پا میشیم و بعدم میخوابیم، اصلا کل زندگیمون و حیاتمون از این بدنه و هیچی راجبش نمیدونیم. خب این خیلی زشته و بعد که یه ویروسی وارد بدنمون میشه تازه میترسیم و این فکر میکنیم که الان چه اتفاقی افتاد. مسلماً اگر یه خورده بیشتر هممون شامل خود من راجع به این بدن بدونیم، به بچه‌هامون آموزش بدیم، با همین اپ‌هایی که همین اپلیکیشن هایی که سه بعدیه که دیدنش راحت تره، یادگیریش راحت تره، هرچند ساده است، اسمای مختلفو نداره، ولی واقعا برای من اونایی که زیست شناسی مایکروبیولوژی یا پزشکی داروساز نخوندن خیلی مهم نیست این اسما رو بدونن، ولی هر میتونم بدونم واقعا تو بدنه که هر روز دارم باهاش زندگی میکنم و تمام وجودم از این بدن چیه، اپ‌های مفیدی هستن. من تصویر کلی ارائه میدم. این هم قفسه سینمون هست که وظیفه‌اش حفاظت از این اندام‌های حساس و ارگان‌های حساس توی بدن. مراقب خودتون باشین. مهمترین چیزی که داره به این نتیجه تو هر مریضی
حرف اول رو میزنه، اعتماد به نفس و اینکه نترسیم، چون اگه بترسیم سیستم ایمنی رو یه قدم جلوتر برای از کار افتادن فرستادیم و یاد بگیریم چه اتفاقی داره بر بدنمون میفته و با همین یاد گرفتن بتونیم مثل همین من خودم شخصا شروع کردم به یاد گرفتن سر همین قضیه ویروس و متوجه شدم که چه راههایی بهترین راه برای اینکه حجم این قفس سینه رو چه ورزش‌هایی هست، چه نرمش شما هم میتونید نگاه کنید چه نرمش‌ها و ورزش‌هایی هست برای اینکه حجم قفس سینه رو افزایش بدید و مقاوم‌تر بکنید. در حقیقت منظور شش‌ها رو، حجم شش‌ها رو ببخشید، مقاوم‌ترش می‌کنید در مقابل ضربات خارجی مثل این ویروس‌ها. موفق باشید. یک شنبه های خوبی هم داشته باشید. سعی کنید همیشه یک شنبه ها کارهای جالب بکنید. من میخوام یه ساندی کلاب برای خودم و خانواده‌ام و دوستایی که میشناسم درست بکنم که همیشه یک شنبه های خورده تلخه غم‌انگیز پرویز و فردا برای خودتون فعالیت خوب درست بکنید که فردا هم پر انرژی مثل امروز و دیروز و بقیه شروع بکنید. چی شد؟ What happened؟ این لپتاپ من بله خداحافظی میکنم باهاتون. Have a very good day. Thank you for bearing with us. Today I did not speak that much English because it was very vital and necessary to talk about this coronavirus in Persian. And teaching ourselves, educating ourselves with basic knowledge of our body is pretty vital and crucial actually, especially in this time of year, which is basically in the winter. All different types of viruses and bacteria that are attacking to our body and our immune system because it's winter and soon it's spring. Everything is flourishing, including microbes and bacteria and viruses. So it's very important to try to learn basic things, only basic things. Rest of that will be handled and managed by our very good doctors and biologists and microbiologists and pharmacists and experts. But these basic things and learning them, which doesn't take that much time, and there are different 3D even applications that you need to put a lot of time and effort to learning them, or you know, very good tutorial. I like them. Helps a lot. A great deal actually. So have a great weekend ahead of you. Sunday basically. Get ready for tomorrow guys. New adventures, rise and shine. Have a good day. Bye bye. خداحافظ. برای فردا آماده شید. خداحافظ.